خب دوستان بریم روی چارت 1 ساعته بیت کوین رو با هم نگاه کنیم. ما میریزیم، این همونجاست. خوشبختانه آموزش‌ها دیگه ببین 100 بار اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا من این دوره رو 6 ماه دیگه هم دوباره بخوام آپدیت کنم، یه چیز اینجوری رو چارت پیدا می‌کنم دوباره بهتون میگم، هیچ فرقی نمی‌کنه. تکنیکال اینجوری نیست که هر روز ما بخوایم اینها رو بگیم. واقعا این الگوها تکرار شدن، اصلا تکنیکال تکرار گذشته است دیگه. ما این رو با هم دیگه کامل بررسی کردیم، روش پوزیشن ها رو گفتم آقا بی تجربه ترین آدم چجوری اینجا رو پوزیشن میگیره. اوکی، اگه بخوام اینجا رو نگاه کنم، اول بچه‌ها ما میایم میریزیم و برمیگردیم به سمت بالا. این اولین نقاطیه که من میگم میتونه وایکوف باشه یا نمیتونه باشه. پس اینجا میبینیم بچه‌ها چه حجمای زیادی هم خورده. دوباره میره بالا، این سقف‌ها رو هی میزنه، ولی میبینید که حجم خیلی زیادی هم دوباره نمیخوریم. برمیگردیم پایین بچه‌ها، دوباره یه حجمی میخوریم. چرا؟ قبلا صحبت کردم، گفتم چون میاد استاپ همه اینا رو میزنه. اگه خاطرتون باشه یه شب یه دوستی از من پرسید، گفت آقا بیت کوین تو 4 ساعته یه دونه پین بار تایید داده، شما میگه خلاف روند پوزیشن نگیر، آیا اینو لانگش نمی‌کنی؟ بذارید بذارمش رو 4 ساعته با هم دیگه مرور کنیم. حالا اینا رو چرا دارم میگم من تو استوریا چی میگم و اینا؟ چون اصلا کسایی که دورای منو میگذرونن تمام استوریای من میشه کلاس درس. هیچکی غیر از شما متوجه نمیشه من چی میگم، چون من دارم میگم آقا به این دلیل نمیگیرم، شما فقط متوجه میشید. چرا؟ بچه اینجا از من پرسید، گفتش که یه دونه پین بار تایید دارم توی این ناحیه. اولا که تاییدیش درست نیست، دوباره اصلا میگم تاییدیش هم درسته. من اینجا گفتم نمیگیرم چون همچین روندی به نظر من اینجوری بر نمیگرده. ممکنه برگرده، آره، ولی من و شما یاد گرفتیم که اینجا منتظر یه ساختار وایکوفی باشیم به مراتب پیشنهاد یا حرکت عاقلانه تری نسبت به این که مثلا یه حرکتی رو انجام بدیم که بیایم همینجا دفعه لانگش کنیم. ممکنه لانگ بشه ولی 70-80% مواقع اتفاق نمیفته. ما هم داریم درصد بالاها رو روش تمرکز میکنیم. اوکی، من دوباره ببرم به تایم فریم 1 ساعته. رو 4 ساعته که قشنگ معلومه دیگه. ببینید دیگه 3 تا کف زدیم و الان RSI هم بندازم 1-2 تا واگرایی هم میبینید و میتونید برید بالا. حالا من با RSI و این قصه ها خیلی بچه‌ها ترید نمی‌کنم. RSI که خیلی خوبه واقعا، چون قدرت نسبی رو میده، خیلی خوبه، ولی نمیخوام من بکوبم. میدونید شخصیتم اینه که نه بازاری رو میکوبم نه روشی رو میکوبم، فقط غیر از روشایی که بوی حرکت‌های خردمندانه تو بازار مالی نده و حرکتایی باشه که خودم به مراتب 10 بار 20 بار انجامش دادم، دیدم مثلا پولم از بین رفته. اونا رو میگم نکنید. اگر نگاه بکنین، ما اینجا اومدیم یه کف زدیم، حجم خوردیم، اینجا اومدیم یه کف زدیم، حجم خوردیم، به مراتب از این یکی از کف اولمون حجم کمتری خوردیم، دوباره اومدیم یه کف زدیم، یه حجم خوردیم، از اولی به مراتب کمتره، اومدیم دوباره یه دونه کف زدیم، من یه کف زدیم، هنوز هم از حجم اولیه کمتری میتونیم هم نباشیم. تازه اینجا خیلی خوب حجم خورده. من و شما همیشه منتظریم که رو اون کفای آخری حجم کمی بخوریم وقتی در مرحله تجمیع هستیم و میخوایم بریم سمت توزیع. برعکسش وقتی میخواستیم بریم روی توزیع، چی بود اسمش؟ اسم خارجی داشت، UTAD بود، نمیدونم چی بود، ما اسم رو کار نداریم دیگه، ولی اون سقف آخریه رو که میزد خیلی حجم میخورد چون لیکویدیتی رو جمع میکرد میومد پایین. اینجا ما از اینجا بازم حجم خوبی خوردیم. من نمیگم اینجا حجم نمیخوره، میگم اون وقتی تو سیر مرحله‌ای هستیم که ما میخوایم توزیع کنیم، اون صف آخری خیلی حجمای بیشتری میخوره به مراتب. کلا بازار پرتپش‌تره نسبت به اینجا، چون اینجا بازار توی ترسه. مکانیزم طمع متاسفانه بهتر مکانیزم ترس کار میکنه و حالا اینا رو توی دوره روانشناسی معاملات من خدمتتون خواهم گفت. چشم روی چشمام حتما خدمتون عرض خواهم کرد. خب ما اینجا داریم میبینیم که مثلا یه الگوی اینجوری میتونیم ببینیم. الگوی نمیگم کانالا، دارم میگم رو همچین ساختاری داره میاد پایین. شما اینو وایکوفی بخواید ترید کنید، میدونید که این یکی از کف اصلیتونه، اینم یکی از کف اصلیتونه. میدونید که اینجا اومده یه
کف که میگم منظورم سقف تریدینگ رنج، اشتباه گفتم، عذرخواهی میکنم. یکی از سقفامونه و ما این سقف رو میشکنه یا اینجا رو میشکنه میتونیم تریدش کنیم. توی 1 ساعته ما منتظر یه سری برگشتایی هستیم دیگه. بریم تو 5 دقیقه ببینیم چی میبینیمش. اگه بریم توی 5 دقیقه میبینیم که اینجاها داره بهمون هی فرصت دوباره میده. شماها بهتر از من میدونید که وقتی میخوایم بریم از ناحیه یه تجمی بشکنیم به سمت بالا، لانگا بیشتر حجم میخوره، شورتا کمتر حجم میخوره. همونجوری که میبینید اینو ببینید بچه، این حجم رو ببینید میاد اینجا مال این کندل سبزاست و دقیقا رو قرمزه ببینید چقدر کمتر بچه ما حجم خوردیم، رو قرمزه کمتر خوردیم. مجددا رو سبزا ببینید بیشتر داریم حجم میخوریم، رو سبزا بیشتر میخوریم، رو قرمزا کمتر. باشه ساختار وایکوفی داره اینجا، واقعا شما میتونید ترید کنید کیفش ببر. خب نامآور بهمون روش‌های دیگه بگو. اوکی، بریم ببینیم روش‌های دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم یا نه. خب مثلا شما میتونید یه خط روندی اینجا بکشید، شکست این خط روند رو به بالا رو زودتر همه ترید کنید. مثلا شما میتونید اینجا یه سقفی بکشید که اینجا سقف اکستند شده تریدینگ رنجتونه و اون رو ترید کنید. مثلا شما میتونید یه بچه‌هایی که پرسکشن بلدن میتونن اینجا این خط رو بکشن، این کانال رو، و کف این کانال رو ترید بکنن به سمت بالا، چون دیگه نگاهشون اینه که آقا 2-3 بار اومدیم کف زدیم و حجم خیلی خوبی خوردیم، این داره به سمت بالا برمیگرده، استاپشون رو مرتبه میتونن بزنن زیر کف قبلیشون. یک نکته خیلی مهمی که من خدمتتون عرض کردم، گفتم بچه‌ها این یک تریدینگ رنجه، درسته؟ خدمتتون عرض کردم که نقاط وسطش، اون موقعی که گفتم مثلا توی تکنیکال کلاسیک مگه ما نداریم یه کانال میکشیم؟ تو تکنیکال کلاسیک که ما این کانال رو میکشیم، میدلاین کانال رو میذاریم، مگه عرض نکردم تو تریدینگ رنج هم یه نوع کانال میتونه باشه و این وسطش برای ما حجم سفارش شده و وقتی داریم از اون وسط رو برمیگردیم میتونه بازم برای ما یه سیگنالی باشه. ناور داری یه جوری میگی که ببین میخوای یه جوری بگی اینجا میتونی لانگش کنی، میگم آره دقیقاً آره. بذارید یک پاسخ خیلی محکم به یک سوال خیلی پرتکرار بدم. شما به من ممکنه بگید یا به هر کس دیگه، چون میدونم خیلی اینو توی تکنیکال میگید که آقا یه جوری داری میگی که مثلا بگی در جهت تحلیلت گام برمیداره. میگم آره. چرا میگم خلاف روند و پوزیشن بگیری؟ چرا میگم همه چی کانتکسته؟ چرا کانتکست اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه من ذهنیت غالب پیدا میکنم چه اتفاقی میخواد بیفته، رو اون مسیر دنبال بهونم. ببین من توی این 10 تا چیز میبینم میتونم شورتش کنم، 10 تا چیزم میبینم میتونم لانگش کنم. کدوم انجام میدید؟ اگر پاسختون اینه خب ببینم هر کدوم که بهم دست بده به خاطر همین داره ضرر میکنی، من خیلی هاشو انجام نمیدم آگاهانه، ولو اینکه سودا از دستم بره، ولو اینی که اصلا کانتکست رو اشتباه تشخیص بدم، این کارو میکنم. تاوان میدم بابت مایندستم و فکرم تا یاد بگیرم اینو بهینش کنم. شما ممکنه دنبال این باشید که آقا به ما بچه میگم، باز از این تعبیر استفاده میکنم، خم رنگرزی نیست من بندازم توش یه معاملت توش در بیاد. نه، شما نباید دیدگاهت این باشه که آقا ما خب اینجا مگه سقف تریدینگ رنج نیست اینجاها، این نواحی، خب ما اینجا دنبال شورت کردنیم. میگم آقا جان وقتی من اصلا هیچی نمیبینم اونجا، کندلایی رو دارم میبینم که مگنت کرده به سقف تریدینگ رنج و بعدش یک کندل بریکات میبینم، کندل اسپایک دارم میبینم. اینا رو بچهای پرسکشن میدونن، اگرم نمیدونید خب بارها راجعش صحبت کردم دیگه، گفتم آقا این کندل قوی‌ها رو اصلا یه چیزی مثل همین دور حرف میزنم، رالی دارم میبینم. وقتی من دارم رالی میبینم اینجا، خب اینو مگه چرا من بعد از اینو شورت کنم؟ من تو رالی شورت نمیگیرم، من تو دراپ لانگ نمیگیرم. خب حالا چجوری این قصه رو تریدش میکنیم؟ مثلا من اینجا دارم یه دونه دراپ بیس
دراپ میبینم تو مسیر برگشت توی 1 ساعته. من گفتم چی کانتکستمون چجوریه، میام توی 1 ساعته من چی کار میکنم؟ توی 1 ساعته همت مقاومت ها میکشم، نواحی عرضه تقاضا میکشم، میرم توی 5 دقیقه 15 دقیقه تریدش میکنم. اوکی. حالا من اینجا دارم دوباره بچه شبیه یه الگوی وایکوف رو میبینم، حجمهای بسیار زیادی که خورده، سقف‌های بالاتر که حجمهای بیشتری رو زدن، سقف سوم که مجددا حجم خیلی خوبی رو خورده، یه سری کف‌ها داریم، این کفه میتونه باشه. اگه الگو رو بچه‌ها تکمیل کرد روش ترید میکنم، نکردم نمیکنم. همین. اتفاقا لایو هم دارم نشونتون میدم، جلسه بعدی میبینید اگه اومده بود سمت پایین ریسک بریواردم میخوند، میگم بچه‌ها من اینو به این دلیل اینجا گرفتم. اگرم نخوند، حتی اگه تا اعماق زمینم بریزه، من نمیگیرمش. تمام. خب من دارم سقفا رو میبینم همونجوری که شما دارید میبینید. اینو ما اینجا روی این کندل نزولیمون به شدت داریم حجم میخوریم و دوباره کندلایی که میریم بالا حجمو داره کم میشه. اینجا مثلا اگه RSI هم بندازم یه واگرایی رو داریم میبینیم. انتظارمون از این قصه چیه؟ اینکه اینجاها یه سری نیمچه اصلاحی بخواد به ما بده، حتی اگر ترند کلیش هم صعودی باشه اینجا یه سری نیمچه اصلاحی به ما بده. کار ندارم الان میخوای لانگ بگیریم یا شورت بگیریم، فکر کن لایو بازاریم الان نمیخوایم پوزیشن بگیریم، ولی اگه میخواستیم بگیریم اینجا انتظار یه سری شورتایی داشتیم که به ما بده. حالا اینو چجوری میتونیم تریدش کنیم؟ من نمیخوام خیلی جو بدم، وگرنه میگم آقا مگه من نگفتم در نواحی عرضه یه خط روند رو میشکنه؟ بفهم این خط روند رو شکست، اومد تیپی یکش هم زد، دوباره برگشته پول بک به این زده و اینجا شما میتونید اگه استار مناسبی دیدین یا تو پول بکش پین بار تایید دیدین یا دوجی تایید دیدین شورتش بکنید. همین الان هم بچا اینا همین الان هم مثلا تو 5 دقیقه یه دونه دوجی تایید میتونه اینجا بده، هنوز نبسته ها، بده. استاپ هم میذارم اینجا، بذارید من براتون بکشم. استاپ هم خیلی مطمئن بخوام بذارم میذارم اینجا. استاپ های بعدی اینجا، استاپ بعدیم هم اینجا. بچه میتونه بالای این شادوه استاپ های من باشه. حالا دیگه مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک کن. میخوای شورتشو بگیری، یه خط روندو شکسته. فعلا البته دارم آموزش میدم، بعدن شما میتونید دقیقاً ببینید اینجا باید چه پوزیشنی بگیرید، ولی همینجوریش هم میگم آقا یک نواحی عرضه داریم که در کوتاه مدت میبینی دیگه چارتی که تا قبلش چطور داشته میومده بالا، چطور سکته زده و از اونجا احتمالاً یه خط روندی رو شکسته و خط روند وقتی میشکنه ما شروع میکنیم نگرانی. چون اگر وایکوف یادتون باشه عرض کردم خدمتون در فاز ما شروع میکنه خط روندامون رو میشکنه، نامآور ممکنه بیاد بالا استاپمون رو بزنه. حالا جلو چشت هم داره میریزه، ولی الان ممکنه بیاد استاپمون رو بزنه. میگم آره خط روند رو هی اکستند میکنی میذاریش اینجا، بعد دوباره خط روند رو اکستند میکنی میذاریش اینجا. این مسیر ممکنه 2-3 تا استاپ بخوری. نمیخوای استاپ بخوری، صبر کنین کفه رو بشکنه با مثلا استاپ نیم، 7 دهم، 6 دهم، 3 دهم شما میتونید شورتش بکنید اگر الگو رو دیدید. اوکی؟ این کل قصه این چارت بود که توی لایو داره اتفاق میفته. خب دوستان بریم روی چارت، همین لایو این لحظه طلا رو با هم نگاه کنیم. اول اینکه شما میدونید همین الان طلا مجددا رسیده اون قیمت‌های تاریخی خودش، ATH رو نزد. بچه بریم یه گپی با هم بزنیم. مثلا فرض کنید شما میگید ناحیه، بذارید من بزرگ کنم قشنگ، من دارم طلا رو بچه تو تایم فریم هفتگی میبینم، حجم رو هم خاموش میکنم با اجازهتون. من خیلی از این کمک ها و دستیارا استفاده نمی کنم. من اینجا میتونم اینو بگیرم یک ناحیه عرضه. بچه تایم فریم هفتگی ها، خود این الان فکر کنم چند صد پیپ بشه، 400 پیپ. بعدا میام کوچولوش میکنیم دیگه. خودش مثلا میشه یه دونه هفتگی، خودش میشه 7 کندل دیلی، خودش میشه 6 تا کندل 4 ساعته. باید بریم کوچیک کنیمش، اما نه اونقدر کوچیک کنیم که دیگه نه از اون ور بوم بیافتیم. کار ندارم. حالا فقط میخوام یه نکته‌ای بهتون بگم. نگاه کنید بچه‌ها چه ناحیه عرضه‌ای بوده. یه نکته‌ای هست، یه تیپس در حقیقت بچه‌ها.
یک مقاومت یا ناحیه عرضه جدی داریم. اولین باری که بهش میرسه معمولا خیلی شدید واکنش میده. اینو داشته باش. یعنی اولین باری که میرسه به اون ناحیه عرضه، چشم بسته راحت تر میتونی شورتش کنی نسبت به دفعات بعد. معمولا دفعه اول خیلی واکنش چشمونی داره. بچه ببینید طلا چه جوری بلند شده رفته سمت سقف تاریخیش. این داره لایو اتفاق میفته دیگه. ببین عرضه اونجا چقدر جدی بوده که اینجور اسپایک رفته سمتش، به نوعی مگنت کرده، همینو برگشته پایین. شاید شما بگی همینو به همینم کلش برنگشته پایین. حالا خیلی برای من این جالبه. نمیدونم شماها چقدر تو بازارهای مالی جهانی دارین کار میکنین، کریپتو دارین کار میکنین یا هرچی. اصلا بیت کوین هم همینو ببرم تو بیت کوین دقیقاً رفته یه کوچولو. حالا میدونم اونجا چون دستکاری یه کوچولو بیشتره، میبینید که مثلا سقف اکستند میکنه با یه ساختار وایکوفی 2 سقف. بعد ببینید چند درصد ریخته، مثلا از $70,000 ریخته تا $33,000. همشون همینن، یه کوچولو فقط مکانیزم تریدشون با هم فرق میکنه. ولی شما نگاه کنید، نمیدونم چقدر کار کردید، ولی بچه‌ها از همین دیروز که من داشتم دوره رو میگرفتم و ما رسیدیم به اون محدودات تا همین الان 800 پیپ ریخته. بذارید بهتون یه ذهنیت بدم. شما اگر تو مارکت جهانی دارید کار میکنید، یه حرکتی رو بگیرید که 30 پیپ 50 پیپ، البته بچه‌ها بسته به اینکه چقدر استاپتونه این تعیین میشه. شما وقتی 10 پیپ استاپتونه نمیتونید یه تیپی 15 پیپی بذارید. وقتی هم 40 پیپ استاپتونه نمیتونید یه تیپی 50 پیپی بذارید. ولی در کل وقتی 30 40 50 پیپ بگیرید بچه‌ها ترکوندین. 800 پیپ ریخته. من نمیخوام جو بدم بگم این مثلا با یه لات میرفتی تو چقدر میشد، چون میریم تو بازی عدد رقم و ببین چه خبره و بریم بزنیم و من اگه میخواستم جو رو بدم تو استوریام میدادم. ولی میخوام بهتون بگم بچه‌ها این نوایی بسیار مهمیه. حالا بذار ببرمتون تو تایمای پایینتر، مثلا ببریم 15 دقیقه لود کنه. اینترنت هم که میبینید دیگه فوق العاده است، اصلا بالاترین سرعت، بالاترین کیفیت. من و این همه خوشبختی واقعا محاله. خب 15 دقیقه تا بذاریم این تا بخواد لود کنه صبح میشه. من احساس میکنم که حوصلتون سر بره، بذارمش توی 30 دقیقه. بله حالا جالبه، ما دیگه از این سرعت اینترنتی که ما تو شرکت داریم بچه بالاتر نیست. فکر کنم 4 تا شرکت ما اینترنت گرفتیم. خب دوستان من 4 تا لود کردم. چه وضعی افتادیم. همونطور که میبینید این همون نواحی هست که طلا بهش رسیده بود چند ماه پیش، آگست سال 2020. اگر ما بخوایم مثلا الان دارم تو تایم فریم 1 ساعته نگاش میکنم، ما اگه بخوایم یه بیسی رو بچه‌ها براش بکشیم، میتونیم از این سقفه بکشیم. باز هم میدونیم من دوست دارم که اینو بهینه‌اش کنیم و بعدها این کار خواهیم کرد. اوکی؟ ولی در هر صورت من اینو میزنم. ولی در هر صورت میبینین که بچه‌ها اگر ما اینو حالا یه کوچولو بالا پایینش کنیم، اینجا که یه بار بهش برگشته، باز اینو باید کاستماایزش کنیم. من اینجا شادو رو باید بگیرم دوستان. اگه بخوام این شادو رو بگیرم تقریبا به اون ناحیه، حالا ما نمیخوایم یه کار کنیم الزاما به اون ناحیه برگشته باشیم چون هنوز وارد این قصه نشدیم، اما اگه برم توی ویکلی تو آینده میبینید که به همین ناحیه چقدر واکنش نشون داده. نگاه کنید بچه ها. نگاه کنید به این ناحیه پایینتر چقدر خوشگل، به اون ناحیه بالاتر ما کوچولوش کردیم دیگه. یعنی به جای اینکه مثلا یک ناحیه‌ای رو داشته باشیم 400 پیپ، الان یعنی که ناحیه‌ای رو داریم 200 پیپ، نصف شد. و ببینید بچه‌ها چقدر خوشگل به همون ناحیه خورده و همون رو ریخته. اگه برام تو تایم فریم 1 ساعت کامل دیگه میبینیدش. حالا اینجا رو نگاه کنید. قبول دارید بچه‌ها خود اینجا یک ناحیه عرضه است؟ یا ناحیه عرضه است دیگه. دوباره نگاه کنید بچه‌ها چند ساعت بعد اومده خورده بهش و ریخته. چند پیپ ریخته؟ اینا هی نواحی کوچیک‌تر میشه. تو آموزش هم بهتون درس دادم دیگه. بچه‌ها 700 و 800 پیپ از اینجا ریخته، یعنی از اون ناحیه بالا نه،
از پولبکی که زده به اون ناحیه عرضه، به اون بیس اصلیه اگه بخوام بگیرم، بچه‌ها میبینید که خیلی خیلی استاپتون کم میشد. چون عرض کردم بیس اصلی من از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه نیست رو راست. بیس اصلی من میره رو این که آقا اون کندل آخریه کجاست که داره اتفاق و رقم میزنه. من دنبال لیکویدیتی تو دل اون و همون نواحی، نه صرفا فقط اون، ولی واقعا دنبال اون کندلم و یه کوچولو نواحی که داره ایجاد میکنه و اون خیلی استاپ منو میتونه کوچولو بکنه و همونجا میبینید که ریخته. حالا فکر نمیکنید که نمیدونم اتفاق بیفته یا نه، ولی فکر نمی‌کنید طلا همینجا برگرده دوباره سقف تاریخی خودشو بزنه؟ لیکویدیتی اصلی اون بالا نیست، همه استاپا اونجا نیست. به نظر میتونه اتفاق رقم بزنه. لیکویدیتی اصلی نمیتونه توی گپ ها باشه، مثلا گپ سی ام فیوچر بیت کوین رو $23,000 محدوده $20,000. به نظرم میتونه تا اونجا هم بریزه. به نظرم طلا میتونه تا بالای سقف تاریخیش بره، بالای 2070 لیکویدیتی ها رو جمع کنه مجدد برگرده. اینا تایم فریم های بزرگتر دارم عرض میکنم، اسکلپ 5 دقیقه نیست. تو تایم فریم های بزرگتر میتونه این اتفاق هم رقم بخوره. ولی خب ما هر الگویی ببینیم و ترید میکنیم دوستان. من تا اینجا آموزش رو استاپ میکنم. جلسه دیگه هم بچه‌ها دوباره همینه، میریم رو جفت ارزها، میریم رو بیت کوین، میریم روی اونس، مطالب رو راجع به سطوح با هم دیگه جلو میبریم که خیلی خیلی مهمه. لطفاً برید اینا رو تمرین کنید، یکم نواحی ارز تقاضا بکشید، ببینید بعدها بهش برگشته یا نه. بعد برید یه کوچولو نگاه کنید که آقا این نواحی رو کوچولوتر اگه بخوایم بکنیم چقدر تایم فریممون رو ببریم پایین‌تر. جلو چشتون من این کارا رو کردم ولی رسما درسش ندادم. خب میدونید دیگه اصلا اشل درس دادن من اینجوریه که درسش میدم میگم درس ندادم، چون ذهن شما بچا گارد میگیره مطلب جدید بخواد آموزش ببینه. بخاطر همین که من بتونم اون گاردشو بشکنم به این ترتیب ورود میکنم و معمولا هم خیلی خوب جواب داده. یکی از دلایلی که شما خیلی همیشه با ما محبت دارید هم همین تکنیکه. به نظرم برید، من درسش میتونم بگم دادم، برید اینا رو نگاه کنید، برگشته رو نگاه کنید، ببینید به کدوم واکنش نشون داده. حرکت تمرینیه، نمیتونید مثلا نیم ساعت ویدیو ببینید برید ترید کنید. بچه شما باید زمان بذارید، مثلا 2 ساعت آموزش ببینید، 15 ساعت برید تست بگیرید، مثلا 2 ساعت تریدش کنید. تازه این نمیتونه پشت سر هم باشه، این به صورت توتالی اینجوریه. وگرنه اول مثلا میاد 40 ساعت آموزش میبینید، دوباره یه بار دیگه میبینیدش، 3 بار دیگه میبینیدش، بعد میرید 200 ساعت 400 ساعت اینا رو تست میگیرید، بعد میرید وارد قضیه ترید میشید. به این سریع نمیتونید ترید کنید. خیلی ممنون از توجهتون، دوستتون دارم، ممنون که به ویدیو توجه کردید.